با سلام خدمت دوستان. امروز میخوام درباره معانی واژه وظیفه در شعر حافظ صحبت کنم. حافظ در چند بیت از اشعارش واژه وظیفه رو به معنی حقوق، راتبه و وجه معاش به کار برده. مثلا در این ابیات: مکارم تو به آفاق میبرد شاعر، از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار. پس آنگهش ز کرم اینقدر به لطف بپرس، که گر وظیفه تقاضا کنم روا باشد. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. و با تشبیه به این معنی که خدمتون گفتم، به معنای روزی و قسمت و سهم هم چنین سروده: ساقی مگر وظیفه حافظ زیاده داد، کاشفته گشت طره دستار مولوی. ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، میداندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. اما معنی دیگر وظیفه که کمتر به اون پرداخته شده، تکلیف و اون چه ادای اون شرعاً و عرفاً بر عهده کسی باشه. حافظ: وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. اگر بخوایم مثالهایی از متون کهن در این باره بیاریم، در تاریخنامه طبری اومده: پس چون عمر ابن عبدالعزیز به خلیفتی بنشست از پس سلیمان، چون مردمان یکدیگر را دیدندی، پرسیدندی دوش وظیفت چون خواندی، و نماز چند کردی و از قرآن چه مایه داری. یا در تفسیر سورابادی: نزد عابدی آمدند پایگاه داری، و او را بگفتند که حیات چیست. او گفت امشب بنگرم تا چه آید در حدیث شما. چون شب برآمد وظایف خویش بکرد. نکته جالب اینه که امروزه در افغانستان این واژه افزون بر معنی دعاها و اوراد و عبادات پس از نماز به کتاب جیبی گفته میشه که در اون برخی از صور قرآنی و ادعیه مأثوره گنجانده شده. مثلا در کتاب سراج التواریخ می نویسه: چنانچه در این روز به خانه خیش به همان اوراد و وظایفی که داشت مشغول بود. خسته نباشید. تا درودی دیگر، بدرود.